شهر مونیخ آلمان با ما هستند. خوش آمدین آقای نجاتی و جهان نما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و از طریق شما خدمت تمام بینندگان محترم شما. خب در مورد مسائل مهاجرت صحبت میکنیم. قبل از او در مورد حمله امو فرد بروتی همانند هتلر که بر 2 مهاجر افغان حمله کرد میشه جزئیات رو رعب بکنین که به چی دلایل؟ خب یکی دلیلش رو گفته به خاطر از اینکه این مهاجران در شب سال نو در شهر کلن آلمان بر شمار از بانوان تجاوز کرده، به خاطر بر 2 مهاجر افغان حمله کرده. اما چرا مهاجر افغان را اینجا انتخاب کرده و بلش حمله کرده؟ خب ببینیم حادثه سال نو در شهر کلن و بعض شهرهای دیگه آلمان واقعا حادثه نگران کننده بود و مردم اروپا را بسیار نگران کرد که گویا مهاجرین یک تعداد از مهاجرین در آینده میتونه خطر بزرگی برای مردم اروپا باشد. خب جنبش های ضد اسلامی و ضد مهاجرت همیشه هجوم میبرند در کمپ‌ها را به آتش میکشانند، مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار میدن. فردی که در شهر کلن آلمان دست به خشونت یا و آزار اذیت پناهجویان زده، به خصوص به حمله به 2 شهروند افغانستان کرده. خب او نمیگم که شهروند افغانستان است یا شهروند یک کشور دیگه، اونا خارجی یا پناهجو را همه به یک چیشون میبینند. اونا فکر میکنم که خدای نخواسته تمام کسایی که از کشورهای بیگانه در اروپا پناه آوردن یا کسایی هستند که همه وحشتناک هستند و کسایی هستند که تروریست هستند که به او شکل کسایی که حمله ها بس کمپ‌ها را سازماندهی میکنه برای از یاد چنین خطاب میکنه که مهاجرینی که قصد دارن که اروپا را اسلامی بسازن. به همین دلیل که او بیشتر عملات خود افزایش دادم. امروزه یک اقدام نیست که یک فرد در کل دست به حمله به پناهجویان زده باشه. ما امروزه شاهد حمله جنبش های ضد مهاجرت در اروپا هستیم. اونا حتی اطفال مورد آزار و اذیت قرار میدن. حالا با این حال با توجه به محدودیت هایی که به سوی کشورهای مختلف اروپایی در مرزها گرفته میشه، با ویژه از سوی بوتریش در این اواخر که حتی پیمان شنگن را میخواهد به حالت تعلیق در بیاره، خب در این مورد صحبت خاص کردیم. اما با این هم صدها پناهجوی افغان به صربستان رسیدند. اینا پس از سپری کردن دشواری های راه و سپری کردن آبهای ترکیه و یونان بالاخره از مقدونیه گذشتن و خودشان را به صربستان رسیدن که یکی از پناهجویان سمیره نام داشت و گفتگوی انجام داده بود با یکی از رسانه‌ها. گفته بود که با همسرش و 2 طفلش میخواهد که خودش را به کشورهای اروپایی برسونه، ضمن نزدیک پدر و خواهرش در آبهای ترکیه غرق شده. فکر میکنیم که چی دلیل وجود داره با توجه به اینکه هوا سرد است و مشکلات خیلی زیاد هست، اما هنوز هم مهاجران تلاش میکنن که خودشان را به کشورهای اروپایی با توجه به محدودیتایی که وجود داره مهاجرین را اخراج میکنن کشورهای اروپایی، اما باز هم علاقه‌مندی وجود داره و این دشواری ها را میپذیرن، به ویژه پناهجویان افغان و خودشان را میرسونن به کشورهای اروپایی. فکر میکنین که در مسیر راه قاچاقبرها نویدهای به این مهاجرین میته و بیشتر اونها رو امیدوار میسازه که این کشورهای اروپایی مهاجر پذیر هستند؟ خب شما ببینید یک تبلیغات بیجا و یک مشکلات امنیتی افغانستان یا دیگر کشورهای منطقه مردم وادار میکنه که امو مکان خود یا زندگی خود ترک کنن، اونا پناه بیارن در اروپا. خب دوستایی که اکنون در راه هستند و یا در تلاش هستند که به سردی هوا یا به هر مشکلاتی از خطرات از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق رسانه‌ها همیشه مشاهده میکنن و میبینن، بازم آنها خطرات قبول میکنن و خود با وجود که یا پدر یا مادر یا برادر یا اقوام خود از دست میدن و بازم او در تلاش هستند. میگن وقتی که ما در افغانستان یک آینده نداریم یا یک امنیت کامل در افغانستان وجود نداره، پس چرا ما در فکر یک زندگی آرامتر و نسبتا خوبتر در اروپا نشیم؟ با مو خاطر وا در تلاش هستند که مشکلات راه و سردی هوا و یا خطرات زیاد قبول کنم تا خود به اروپا برسانم. به همین دلیل دیروز چند روز قبل وزیر داخلی آلمان اعلان داشتند که ما باید بانده های قاچاقبری که مهاجرین فریب میدن و بیشتر آنها را تشویق میکنن که ما شما را از راه آسانتر میرسانیم در اروپا با قیمت کم و ما باید آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دیم و آنها شناساییشن و دستگیرشن که دیگر یا مردم فریب ندن و دیگر باعث تبلیغات بیجا نشن تا که مردم بیشترتر به اروپا پناه بیارن.
تشکر میکنیم از حضور شما. شیراقان نجاتی، آگاه امور ماجرا در شهر مونیخ آلمان با ما بودین. خواهش میکنم. ادامه دیگر خبرها. اقتصاد ایران پس از برطرف شدن تحریم‌های اقتصادی رشد به پیشینه خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی ایران میگن که با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در این کشور، ایران میتواند میزان صادرات و وارداتش را افزایش بدهد که این کار بر اقتصاد ایران تاثیرات مثبت خواهد داشت. در همین حال شمار از کارشناسان ایرانی نگرانند که واشنگتن با بهانه‌های گوناگون دوباره این تحریم‌ها را بر ایران وضع خواهد کرد. با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، ایران 5% رشد اقتصادی خواهد داشت. اکنون که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برداشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که ایران در جریان 5 سال آینده از 30 تا 50 میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی به دست خواهد آورد. وزارت ترانسپورت ایران میگوید که تهران در نظر دارد با استفاده از این پولها 114 هواپیما را از شرکت ایربس خریداری کند که 100 هواپیمای آن از کشورهای اروپایی خریداری خواهند شد که یکی از بزرگترین قراردادهای بازرگانی به شمار می رود. هرچند امیدها برای سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران افزایش یافته است، اما سرمایه گذاران خارجی میگویند هرچند آنان تمایل دارند تا در ایران سرمایه گذاری کنند، اما نگرانی های وجود دارد که این تحریم ها دوباره بر ایران وضع گردند. در همین حال شماری از کارشناسان ایرانی از برطرف شدن تحریم ها خوشبین به نظر نمی رسند، زیرا آنان نگران هستند که ایالات متحده آمریکا به تعهداتش مطابق توافقنامه هسته‌ای پابند نخواهد بود و این کشور تحریم های اقتصادی را دوباره بر ایران وضع خواهد کرد. نگرانی واقعی این است که آیا ایالات متحده آمریکا به گفته‌های خود پابند است و یا خیر. در ماه‌های آینده ما خواهیم دید که آیا حکومت آمریکا و یا کنگره این کشور تحریم‌های تازه‌ای که اکنون برداشته شدند را از سر خواهند گرفت و یا بر تعهدات خود پابند خواهند بود. ایران نیز با صادرات نفت اکنون میتواند درآمد هنگفته را از بازارهای جهانی به دست آورد. در همین حال حکومت ایران نیز اعلام کرده است که اکنون این کشور میتواند میزان واردات و صادراتش را افزایش بدهد، زیرا اکنون 10 میلیارد دلار این کشور که در بانک‌های کشورهای اروپایی و غربی منجمد شده بودند آزاد شدند. با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی با پایین ترین حد آن، ایران دستور افزایش تولید نفت را داده است. قیمت نفت